درباره دوست داشتن خودمون که میخوایم حرف بزنیم، حرف برای گفتن زیاده. اما پای عمل که میاد وسط، معمولاً چیزی برای گفتن نداریم. گیج و مبهوت نگاه میکنیم که باید چی کار کرد. میدونیم باید خودمون رو دوست داشته باشیم، ولی چطوری؟ اصلا دوست داشتن خودمون مگه لازمه؟ اینا سوالاییه که توی این قسمت میخوایم بهشون جواب بدیم. برای شنیدن این قسمت میتونید یاریوی رو در کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست و بقیه اپ‌های پادگیر سرچ کنید و به ما گوش بدید. یاریوی، یار همیشگی شما.